به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوع فردوسی عریضه جوان 24 ساله ساکن نوع دیوشتیج وارد گردیده است که صبح بر وقت 19 میلیون سال 2024 تخمین ساعت 04:00 دقیقه هنگام در ایستگاه فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه قرار داشتنش شخصان نامعلوم با روی آشکارا و زورآوری از جیبش یک عدد تلفن موبیلی تمغه ویوو ارزش 700 سومونی و 500 سومونی مبلغ پولی را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذرانیدن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مردان 33 35 و 33 ساله ساکنان شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شدند. این چنین گمان شوندگان بازم در همان صبح بر وقت 19 ایون سال 2024 تخمین ساعت 04:48 دقیقه هنگام در نزد طرفخانه یک چنار قرار داشتنشان جوان 21 ساله ساکن شهر دوشنبه با روی آشکارا و زورآوری از جیب شکل تلفن موبیلی تمغه آیفون که ارزشش 4000 سومونی را تشکیل می‌دهد تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. از روی این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 29 ساله ساکن شهر وحدت با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمان بر شونده ماه سپتامبر سال 2023 هنگام در شهر سنت پترزبورگ فدراسیون روسیه قرار داشتنش با مرد 28 ساله ساکن شهر دوشنبه طریق تلفنی همصحبت شده با روی فریب به باوریش در آمده از آخرین برای سیقل دادن سهولت صاحبکاریش 2,100,000 روبل روسی طلب نموده وعده داده است که مبلغ‌های گرفته‌اش را در مدت کوتاه برمیگرداند. جبر به واسطه دوشنبه سیتی بانک به گمان برشونده در عموم 2,100,000 روبل روسی متناسباً 34,500 سومونی روان می‌کند، اما گمان برشونده مبلغ‌های به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده او را فریب کرده گشته است. این چنین هنگام گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 47 ساله ساکن شهر بوستان که قبلا سال 2017 با ماده 338 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است، ماه فوریه سال 2024 در نقطه فروش مازنو واقع در کوچه لنین جماعت دیهات اونچی نویه باباجان غفوروف با روی فریب به باوری مرد 35 ساله ساکن شهر خوجند در آمده از او $20,000 امریکایی برابر به 219,076 سومونی را گرفته به منفعت خودش صرف نموده است. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر لیوکند عریضه مرد 43 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردیده است که 15 به 16 ایون سال 2024 شخصان نامعلوم با روی پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا 9,800 سومونی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که این جنایت مذکور را جوان 25 ساله ساکن همین شهر صادر نموده است. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نوع کوشانیان با عریضه زن 52 ساله ساکن نوع مذکور مراجعت نموده است که دوم ایون سال 2024 تخمین ساعت 15:00 دقیقه شخصان نامعلوم با روی پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانی شده 50,000 سومونی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 49 ساله ساکن امین نویه صادر نموده است. اوید بین حادثه و تفتیشات ادامه دارد.